Hello beautiful people، وتیم معلم زبان شما و توی این ویدیو قرار بهتون آموزش بدم که چرا دیگه از گودبای برای خداحافظی کردن استفاده نکنیم. به آکادمی زبان بتی خوش اومدین. از گودبای معمولا توی فیلم ها استفاده میشه. ما توی فیلم ها میشنویم و میبینیم که دارن از گودبای استفاده میکنن. توی کتاب ها معمولا از گودبای استفاده میکنن، یا موقعی که مثلا دارن تکست میدن از گودبای استفاده میشه. توی مکالمات روزمره معمولا از جایگزین هاش استفاده میکنن و میتونم بگم که استفاده از گودبای خیلی خیلی کمه توی مکالمات روزمره. توی این ویدیو قراره کلی جایگزین بهتر برای گودبای یاد بگیرید که توی موقعیت‌های مختلف هم میتونید ازشون استفاده کنید. این ویدیو هدفش اینه که دایره لغات شما گسترش پیدا کنه و یک ویدیوی فوق‌العاده‌ای برای افزایش دایره لغات شماست. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از من ببینید توی کانال عضو بشید. بریم سراغ درسمون. اولین جایگزینی که قراره یاد بگیریم بای هست. بای که معمولا با یک لبخنده و راحت گفتنش. دومین جایگزین بای بای یا بای بای، بای بای or بای بای خیلی کیوته و خیلی دوستانه است و معمولا موقعی که میخوای خودتو کیوت کنی، حالا پیش دوستات، پیش پارتنرت، پیش همسرت، یا موقعی که داریم با یه بچه خداحافظی میکنیم بهش میگیم بای بای. شماره 3 see you later. see you later برای زمانیه که برنامه داریم توی همون روز همون آدم رو دوباره ببینیم. اگه برنامه‌ای نداری که اون آدم رو اون روز ببینی و میخوای مثلا حالا هفته دیگه ببینیش، میتونی بگی see you soon. see you soon که میشه مورد 4 ما. مورد شماره 5 که خیلی خیلی غیر رسمیه see ya. see ya و خیلی دوستانه است همونجور که میبینید see ya. شماره 6 از بقیه پیشرفته تره و موقعیه که مثلا شما یک جای دعوت شدین یا یک جایی هستین، حالا چه توی مهمونی، چه توی یه ایونت، چه مراسمی و میخواین برید دیگه، نمیخواین اونجا باشین، یا به عبارتی یک جاهایی برای منم اتفاق میفته که میخوام فرار کنم اوکی و نمیخوام دیگه تو اون موقعیت قرار بگیرم. بهترین گزینه است که همینو استفاده کنید و بگید I'm heading off. I'm heading off. To head off یعنی to begin to leave، یعنی برای شروع پروسه رفتنه. در واقع داری میگی که میخوام برم، یعنی شروع کردی، میخوای پروسه رو شروع کنی که بری. برای مثال اینجوری میگیش Oh, I'm heading off. I'll see you soon. Oh, I'm heading off. I'll see you soon. یعنی دارم میرم، به زودی میبینمت. مورد شماره 7 که کوتاه شده قبلیه و میگی I'm off. I'm off. به همین سادگی. مورد 8 توی بریتانیا بیشتر استفاده میشه و بریتانیایی‌ها استفادهش میکنن و اینه I'm going to make a move. I'm going to make a move. به چه معناست make a move؟ To make a move یعنی to leave، یعنی به معنی ترک کردنه. داری میگی که من میخوام برم، دارم میرم. میرسیم به مورد 9 که تقریبا ورژن آمریکایی قبلیه و اینه I'm going to make tracks. I'm going to make tracks به همون معنایی که من دارم میرم. مورد 10 که بیشتر تو بریتانیا استفاده میشه I've got to get going. I've got to get going یعنی باید برم. مورد 11 I must be going. I must be going یعنی باید برم. مورد 12 I've got to take off. I've got to take off. یه مورد اینجا میخوام بگم، این که بیشتر توی آمریکا استفاده میشه و کلا تو آمریکا استفاده میشه، به عبارتی میتونم بگم take off برای لباس و برای هواپیما استفاده میشه توی بریتانیا. توی آمریکا هم برای لباس و هواپیما استفاده میشه و هم برای همین موردی که گفتم به معنی اینکه I've got to get take off یعنی من باید برم. اینجا هم استفاده میشه ولی توی بریتانیا برای رفتن استفادهش نمیکنن. مورد 13 have a great one. Have a great one منظورش از one اینجا همون روزه. Have a great one یعنی روز خیلی خوبی داشته باشی. میرسیم به مورد شماره 14 talk to you later. Talk to you later معمولا برای زمانیه که تو همون روز قراره به آدم پیام بدی یا زنگ بزنی. شماره 15 have a great day. Have a great day که بیشتر آمریکاییه و موقعی که مثلا توی بزنس و خدمات استفاده میشه. مثلا رفتی فروشگاه و فروشنده بهت میگه بعد از اینکه حساب کردی بهت میگه have a great day. Have a great day. مورد 16 که بیشتر تو بریتانیا استفاده میشه اینه have a lovely day. Have a lovely day.
Have a lovely day. یه موردی هم اینجا بگم، هر جا حس کردید نمیتونید یه کلمه رو بگید یا یه جمله رو پشت سر هم سری بگید، کلمه به کلمه اول بگید، بعد دوتا کلمه بعد بیشترش کنید کم کم. شما اینجا دارید آموزش میبینید و دارید یاد میگیرید، پس انقدر به خودتون سخت نگیرید. هیچ کی هم یهویی سریع اون جملات رو ادا نمیکنه. مثلا موقعی که داره یاد میگیره هیچ زبان آموزی این اتفاق براش نمیفته. به خاطر همینه که من بعضی وقتا کم کم میگم تا شما راحت تر بتونید هم کلماتو بشنوید، هم بتونید راحت تر اداشون کنید. میرسیم به مورد بعدی، شماره 17. Take care یعنی مراقب خودت باش. مورد 18 برای زمانیه که یه نفر میخواد بره جایی و معمولا میخواد رانندگی کنه. بهش میگی drive safe. مورد 19 نسبت به قبلی ها رسمی تره و به این شکله. چند تا مدله و همشون رو بهتون میگم. مثلا میتونی بگی It was nice seeing you or It was nice to see you. It was nice seeing you or It was nice to see you. یعنی خوب بود، خوشحال شدم از دیدنت. اوکی؟ ولی وقتی برای اولین بار یک نفر رو ملاقات میکنی میتونی از این استفاده کنی. It was nice to meet you or It was nice meeting you. It was nice to meet you. It was nice meeting you. میرسیم به مورد 20. Farewell. خب اینو فقط کسانی شنیدن که فیلم میبینن یا اینکه فیلم تازه یه سری فیلمای خاص، یعنی فیلم‌ها و سریالایی که در مورد گذشته صحبت میکنه از این فیرولا استفاده میکنن. ترجیح دادم بهتون بگم که یعنی چی، احساس کردم نیازه بگم و الان استفاده نمیشه، اما توی فیلم‌ها و سریال‌ها ما اینو میشنویم و میبینیم که دارن استفاده میکنن. مورد 21 stay in touch. برای زمانیه که میخوای به کسی بگی که ارتباطتو با من قطع نکن و خیلی مورد قشنگیه برای اینکه مکالمت رو با طرف مقابل تموم کنی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و خوشتون اومده ازش. اگه براتون مفید بوده لایکش کنید و اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتر از من ببینید حتما توی کانال عضو بشید. از طریق پلتفرم های دیگه که براتون می نویسم و لینکشون هم براتون میذارم میتونید منو دنبال کنید، مثل تلگرام و اینستاگرام، و نظرتون حتما به من بگید و با من در ارتباط باشید. برای من کامنت کنید کدوم یک از چیزهایی که امروز بهتون آموزش دادم و دوست داشتین و قرار ازش استفاده کنید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون و خدافظ.